تسلی دلم این بس که زیر باد السلام علیکم. سلامت. دانش مورد بخیر چل داره. سلام خوبه. دانش مورد بخیر. سلام خوبه. آرام باشید. چل داره. سلام خوبه. دانش مورد. تسلی دلم. ما موسیقی را تقریبا سنهای 12 و 13 سالگی شروع کردم در مکتب. این سنهای 4 و 5 بیش نبودیم. دیگه باز مثلا می انقلاب هایی که پای هم دیگه به شکل پراگنده مانگوی به طرف کابل رسو بار شدیم. گاهی هم پس دوباره به قندوز آمدیم، دوباره باز اینجا آمدیم. تقریبا به این شکل در مجموع در حدود بیشتر از 20 سال 25 سال میشه که اگر تو به شکل قانونیش حساب کنیم که 10-12 سال میشه، به خاطر اینکه دوباره شروع کردیم بعد از سقوط طالبان. اون 3-4 سال که اونا بودن در همه چیز برای کل شما معلوم است که بر همه در هم شد و در این مدت بس افغانستان بیرون نبرآمدیم. در طول انقلاب تو بر سیاحت رفتیم، مگر در طول انقلاب که وقتی که بعد از اینکه سقوط دکتر نجیب فقط یک بار بر سیاحت رفتیم هندوستان، دیگه به سبب موسیقی و گپا برای ما چانس پیدا نشد که به شکلی که لازم است شاهد باید از ما. خب فقط همین بعد از این سقوط طالبان دوباره ما موسیقی را به شکل اساسی شروع کردیم. این اگر تو مجموعاً حساب کنیم بیش از 25 سال میشه. خب موسیقی برای همگان معلوم است که کسایی که موسیقی یا هنر موسیقی را خوش داره، من متأکد هستم به این که او انسان‌هایی است که ضررش حتی به یک مرشه نمیرسه. چی رسد به این که بر انسان‌ها مثال جنایت کنه یا قتل کنه یا قتال کنه یا مثلا بدگویی. اصلا در دنیای موسیقی و هنر و هنرمند خشونت و کینه و کدورت هیچ وجود نداره. لحاظا به این خاطر ما دیدیم که از اینکه شفافتر و صافتر و پاکتر دنیای دیگه وجود نداره، لحاظا رو آوردیم به طرف موسیقی. جان و تن من جدا خواهد شد، این درد و غمی که دارم از دهر بدل، تا با که دهم شرح کجا خواهد شد. این من که خفته در من، این من که خفته در من نیستم تو هستی، در جان نمودم مسکن، من نیستم تو هستی. این من که خفته در من، این من که خفته در من نیستم تو هستی، در جان نمودم مسکن، من نیستم تو هستی. لب بر لبم نهادی گفتی بنال چونه، پس در فغان و شیون من نیستم تو هستی. لب بر لبم نهادی گفتی بنال چونه، پس در فغان و شیون من نیستم تو هستی. این من که خفته در من، این
من که خفته در من نیستم تو هستی در جان نمودم مسکن من نیستم تو هستی این من که خفته در قلب تو چون بگیرید آید ز چشم من خون این خون دل به دامن من نیستم تو هستی قلب تو چون بگیرید آید ز چشم من خون این خون دل به دامن من نیستم تو هستی من که خفته در این من که خفته در من نیستم تو هستی در جان نمودم مسکن من نیستم تو هستی این من که خفته در این من که خفته در من نیستم تو هستی در جان نمودم مسکن من نیستم تو هستی. همون دوستا و عزیزایی که در وقتایی که به در همراه ما میشتن مکتب و بالاخره در شب نشینی ها تا به حال ادامه دارم و دوستا خدا شکر زیاد هستن. حالا اگر من نام بگیرم موضوع شاید که به 3 ساعت هم خلاص نشه بود تنها نام اینا. خب منتها همیشه دوستا با ما بودن با هم یک حلقه بودیم که به حساب به شکلی که پیشتر گفتم براتون بدون کنم کینه و کدورت بدون کنم بدبینی بدون کنم از اینکه ما نقص ما یا ضرر ما برای کسی دیگه برسه فقط به مو حلقه خودم و کار خود با مو شیوه و رفتار خود هر جای گاهی اینجا و گاهی کابل و گاهی یک جایی مثلا به صفت هم تفریحگونه و هم موسیقی کرده همیشه با دوستا بودیم و همیشه اونا تشویق میکنن مرا غیر از مرجای صاحب دولتی تا بال ما کدام فیض و برکت ندیدیم یا کدام تشویقی یا کدام کمکی یا کدام راهنمایی یا کدام مسئله و تقاضایی که باید گفته باشه که ما با گشتی که در چندین محفل‌های مناسبتی همیشه ما رفتیم به صاحب دولتی یا به صاحب کلتوری فرهنگی از طرف کارکنای دولتی تقاضا شده رفتیم تا بال ما یک ورق کاغذ ناچیز را دریافت نکردیم گویا به صفت ازی که برادر افتاد به صفت یک هنرمند خیلی بینی که تمام کار بودی این یک کاغذ تشکرنامه بگویم یا تقدیمنامه بگویم یا هر نامی که بانیم سر کتاب ما دریافت نکردیم. تو رفتی به وفایی یادم آمد چو بانگ نامه بر در کوچه پیچید چکید اشکم جدایی یادم آمد قفس دیدم رهایی یادم آمد تو رفتی به وفایی یادم آمد چو بانگ نامه بر در کوچه پیچید. موسیقی را خوب بودم پیشنم که در ابتدا آمد به شکل اماتور بویم یا شوقی بویم و بعد از اینکه بعد از سقوط طالبا باز پیش یک از دوستای ماست که در کابل به نام استاد پایین محمد رکیار پیش از اونا باز آن کمک کردیم در قسمت اساس موسیقی که و اونا باز گپایی که داشتن که لازم بود برای هنرمند برای ما تشریح دادن باز من کوشش کردم باز روینده میگه یا بند دیگه یک دو سه بار دوستا رفتن خارج کتابایی از شکل موسیقی شرقی و غربی خواستم فقط یک مضمون است آدم وقتی مضمون فهمید که اینی چی است و چی است
باز کتاب میتونه کدام ازش درست استفاده کنه. به غربت خانم بیت الحزن بود، چراغم قطره های عشق من بود. اگر سر را به بالین می نهادم، به چشمان ترم خواب وطن بود. به غربت خانم بیت الحزن بود. اگر نوازنده است باید اسباب زرق بول تبله رو بخونه و اگر آوازخوان است پرده نواز است اینا در مجموع باید یک پر بفهمه. बड़ी धूप पड़े रही है, कोई साया नहीं है, कोई हम नफस नहीं है, कोई राज़दार नहीं है, फ़क़त एक दिल का अपना तो वो मेहरबान नहीं है, फ़क़त एक दिल का अपना तो वो मेहरबान नहीं है. یک آمده با تو دمدان کجا خیلی برای این حرکت کردیم اینجا. سلام. कोई हम नफस नहीं है, कोई राज़दार नहीं है. اون وقت کنایه‌گویی کنم واقعیت که شاگرد من مثل اولاد خود، مثل رفیق، مثل دوست. این تو دیکتاتوری نبوده، خودخواهی نبوده، جبر و تهدید و ستم میگفون نبوده، فقط دوستانه. وقت صرف وقت درس که درس تدریس میکردیم براشون گفتیم اون که مثلا کندی که دادن باشکن درس و یکم کار شدیم کارشون. مگر بعدم با همون فکرم و حالت آدم دوستانه هم بدون کنم ترسیده باشه که دوستا که شاگردان فقط مثل نمی یک اعضای فامیل بودن، قید و قیودات نبوده، آزادانه هم تو فضای اخوت دوستی و محبت بوده. تو که هر شاگرد هستی بشید بگی پای مچاپی که برو چای دم که برو بگی اتاق جارو که بودی، نه فقط خودشان اینطور که چون رفتار کردیم خودت اونا وادار به این شده که مثلا برای چای هم دم کنه، هوا هم بره، اتاق هم جارو کنه و بعد چرا آهنگ غزل مرحوم استاد مرحوم میشیم یا استاد این بخش میشیم یا چراغ میرمد است چراغ میرمد یا مثلا همسال دیگه بزرگوار چرا میشیم؟ به خاطر کتر ما و شما و نرمه اگه بگویی نداریم داریم، اگر پایمانی نداریم که کم هم نیست در بخش‌های مختلف. مگر اونا مشکل در اینست که ما دچار گرفتار روزگار زندگی خود هستند. بچه‌ها ایدی که همین دولت و همین تاجرها یا دیگه دوستایی که نام دارن، نشان دارن، امکانات دارن، این قسم اشخاص تا بغل خود بگیرن بهتر است، رشد خوب است. مثلا چند پیش ما شما اگه شاید صحنه باشین یک کسی از نام شنوی گرفته تجاری شهر مزار شریف یک دو نارمنده است، نمی‌فهمم کنم کشور خارج بوده بود، افغانی خود مشمول $30,000 برای اون دادن به خاطر یک جشن سال نو. اگر ما شما $30,000 همین ما شما در شهر مزار شریف هنرمندای داریم که 4-5 دهه عمر خود در خدمت اعضای هنر، خدمت مردم در خدمت مردم صرف کرده. خور بده تا هفته نگذارین گوش پشون بخیر بود برید سودا مو خیلی بود پس خانه بخور. خداحافظ تان دیگه هفته نگذارین. از عالم تسلیخا کم اشاره
شما چه زحمت که ایشون آمدن دیگه باز هم اگر میرین آجا چکرم اونجا یک چهار تا بگیرین خاطر که اونجا دیری ما اونجا محل است سال دو سال بزرگا اونجا میه چکر میریم فقط اونجا یک شارت بگیرین بریم فرمین شروع منطقه آمین خدا جمعیت‌ها رو جمع داشته باشه دوستار کامل و کامگار و بهروز داشته باشه در آواز و در پنجه های تان همیشه خداوند نیرومندی بسیار توانمندی خدایی رو بگذارد همیشه در هر عرصه که برادرها حضور دارند در هر عرصه که اینا قدم میذارند کمک الهی و کمک سلطان اولیا در فدایشان باشه خط هاست در کتاب دبستان بوریان به خوابی که زحمت بالوی کس نباد برخواست است از صف میزگان بوریان دیگه اینجا محله بگویم یک اجرایی هست که همیشه یارا و دوستایی که مثل یک جای مثلا محبت جای بویم اینجا است که بادقان موضوعاتی که هست هنری می باشه شیری می باشه فرنگی می باشه کلتوری می باشه حتی موضوعات مناسبتی می باشه همه میشینیم صحبت میکنیم دوباره به هم میرسونن نمیده سلطان عبدالغفار از جمله انتفروش های شهر مولالی نجوان همچنان اینجا را پشت برتون بودیم که رئیس توریستی حج عمره است خطاب توریستی داره و جناب آرزو صاحب کنار مسئول بخش اثراتی موسیقی و خبر و گپای از تلویزیون ملی بلخ است میخوان در حساب سکتور خصوصی ترانسپورت بربری این اوقات فقط کارا بخوام میگه گاهگاهی میشینیم تقریبا بحث جرپس ادبی میکنیم و خواهان کمک میکنیم در قسمت انتخاب شعر یا ادا کردن شعر و بیاییم سر اصل مطلب که دور نریم هدف ما یا مرام ما از این نشست‌هایی که ما داخل از این مکان داریم و دفتر سلطانی صاحب داریم و خانه‌های دوستای داریم از لحاظ امی ما باید که فرهنگ خود را زنده نگاه کنیم فرهنگ ما از دست نره فرهنگ ما امروز فرهنگ‌های بیگانه ها اینجا ظهور کردیم و شما می‌بینید که با اثر سریال‌ها فیلم‌های مبتذل بازاری این دامنگیر تمام جوانای ما شده و همین نسبت مانند جناب حضرت استاد زید محمد خان است استاد وزیر مهر است و همچنان جناب صاحب جناب زمان فیروز است که او هم شاعر است هم جنرال فیلی مراد است و همچنان همین دوستایی که اینجا معرفی شد حالی شاید غفور صمیم است و اگر ما از دوستان آن داریم خدا زیاد است فقط هدفشان یا صحبتشان صرف بالای همین فرهنگ بالای همین شعر و ادب بالای همین که ما توانمندی اگر ما بتوانیم پیدا بکنیم که این فرهنگ خود را زنده نگاه کنیم چنان که در دیگه دنیا میگن کشوری که فرهنگ نداره گویا که یک جنگل است. از آوان طفولیت ما عشق پیدا کردیم با موسیقی با هر موسیقی نه با موسیقی که خداوند مقدر درک برمون که کی خود نخواند کدام موسیقی است خدا طول کارکردهای بخش کار تلویزیون اکثرت آهنگای بعض هنرمندان مداری پیدا سب از این میتونم از احمد علی از شادکام احمد شاه حسن وکیل رو نغمه و منگل همسال و زیادتر علاقمندی و با استادای بسیار جامعه افغانستان
ولو که در اون زمان ما با اونا معرفت نداشتیم ما هنگویشون رو میشنیدیم مثلا استاد چیده استاد رنگبر استاد صابر آیسا آیسا بانینی موسیقی و گذش مردمی اکثرا به خانم کنیم تیپی داشتیم موسیقی جامعه از دیگر از شوق و ذوق و مخالفت که هرزیت میپذیره و خوش داره هر کی دل داره 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 منطقه ما کوشش ما میده الحمدلله همیشه کوشش کردیم که بتونیم آدم رو پیدا کنیم که از خود ما اگر لباس خصوصا بلاست حساب دانه ششتن خیستن بعدم اگر و ما بتونم از نوچت بیاموزم و بازون مردم هایی که مثلا با موسیقی آگاهی ندارن با شعر آگاهی ندارن توی سر میکنن با مو شعر اشعار موسیقی و دکترها و راهنمایی این دوستان اونها رو ما بتونیم که در آب بیاریم ما باید فرهنگ داریم موسیقی داریم چرا موسیقی خودم ما شدیم چرا شعر اشعار فرهنگ خودم و یک که تو خانه آهنگای عودی باشید و موسیقی غریبی ما باید میخوانم میگه موسیقی خود ما چی داره؟ مطالعه شعر است اشعار رو میخوان معنی و مفهوم خود شعر میتونه که برای ما تشکیل یا پیشتر یک غزل هندی را در واقع ما به حساب مسلک شما با خودش بست ما خودمون دنیا خود غرب خودمون خیلی دیگه داریم مولد ما هستیم ما خانه همسایه میدونم سمته که با ما بریم چرا ما خود هستن؟ چرا کلتور فرهنگ خودتون نمیکنیم؟ چرا هنرمند خودم متوجه نمیکنیم؟ هنرمندایی که دمی شهر هستن، دمی محیط هستن، دمی وطن هستن حال ما گفتم که سراغ داریم باز مردمان که یک هنرمند از خارج میطلبه حداقل به 20,000 و 30,000 دلار صرف به خاطر نمیگیم فلانی باید ولی فلانی هنرمند از خارج تلبیس گویایی در جوانی میکنه در انسانیت میکنه در شرافت میکنه در خرافات میکنه بالاخره کجا ازی در شفقت میربانی میکنه تو در 20,000 دلار 20 هنرمنده که از خاطره ها فراموش هست که در ماه ها پیشی نان نداره تو 1,000 دلار رو بودی 1,000 دلار تو را میکنه ما مرخص شما با تقلید شده ما با تقلید شده خیلی میده شادی صاحب کارگردان این مسلک هست اما تو علاقه‌مند شاکی سیستم پیدا کردن نمی‌کنم طریق رحمت وسیل بابایه انشالله اما دارم که میگفتیم هر کار از دست میاد خدا از پیش میاد خدا بستون میکشیم از نالان انتقام اثر میکشیم